بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس عقیده را از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه دوام دهیم و موضوع امروزه آیت‌های قرآن و فضیلت آنها. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند: والقرآن منزل على رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو فی المصاحف مکتوب و آیات القرآن كلها في معنى الكلام مستوية في الفضيلة والعظمة إلا أن لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة المذكور، مثل آية الكرسي، لأن المذكور فيها جلال الله تعالى وعظمته وصفاته، فاجتمعت فيها فضيلتان: فضيلة الذكر وفضيلة المذكور، ولبعضها فضيلة الذكر فحسب، مثل قصة الكفار، وليس للمذكور فيها فضل وهم الكفار. وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في العظمة والفضل لا تفاوت بينهما. یعنی قرآن کریم بر رسول گرامی صلی الله علیه و سلم نازل گردیده است و آن همین چیزی است که در مصحف نوشته شده است. به اعتبار کلام بودن تمام آیات قرآن کریم در فضیلت و عظمت برابر هستند، اما بعضی سوره ها و آیات ها فضیلت برتری دارند. یک فضیلت ذکر و خواندن آن و دیگر فضیلت موضوع که در آن بیان شده است، مانند آیت الکرسی که در آن جلال و عظمت و صفات خداوند متعال بیان شده است. پس در آیت الکرسی دو فضیلت جمع گردیده است: یکم فضیلت ذکر، دویم فضیلت موضوع آن. اما در آیتی که درباره کفار نازل گردیده فقط فضیلت ذکر و تلاوت است. خود موضوع آیت که کفار است هیچ فضیلتی ندارد. همچنین اسما و صفات خداوند ذوالجلال از لحاظ فضیلت و عظمت همه مساوی هستند و هیچ فرق بین آنها نیست. دوستان عزیز، اکنون بیایید شرح گفته های امام ابو حنیفه را دیده براییم. قرآن که کلام الله تعالی است، بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدت 23 سال به واسطه حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شده است و قرآن حاضر در مصحف ها یعنی صحیفه ها نوشته شده مزبور و مستور است، یعنی به شکل کتاب بین دو مقاوه قرار دارد و به کلام الله مشهور است. و آیت های قرآن در معنای کلام خواه درباره رحمت خدا باشد و خواه مدح انبیا و خواه صفت اولیا، خواه غضب او تعالی یا مذمت کردن دشمنان خدا باشد و یا وابستگی داشته باشد به جمیع احکام و ارکان یا برای امتحان بندگانش، همه از روی فضیلت و لفظیت و عظمت معنویت به همدیگر برابرند، مگر اینکه البته بعضی آیات‌های قرآن را دو فضیلت است: یک فضیلت ذکر آیت قرآن و دیگر فضیلتی که در آن آیت ذکر شده است، مثل آیت الکرسی. زیرا آنچه که در آیت الکرسی ذکر می‌گردد جلال و هیبت و بزرگی و صفت حال او تعالی است. پس دوستان، جمع شده است در این آیت دو فضیلت: یکی وی آیت قرآن است و دویم فضیلتش این است که در آن اسمها و صفات و توصیف الله تعالی آمده است. و این چنین مانند این سوره اخلاص است و دیگر سوره هایی که در آن صفت های خداوند ذکر گردیده اند و خداوند باز داناتر است در این مسئله.
و آیت‌هایی که در شأن کفار و قصه آنها آمده است فقط یک فضیلت در آنها وجود دارد و این فضیلت آن است که آیت قرآنند ولی در مذکور فضیلت نیست، مثل آیت‌هایی که منسوب به فرعون و ابلیس و ابولهب و دیگرند، چون در ذکر شدن نام آنها هیچ فضیلت وجود ندارد و تنها یک فضیلت در آن است که اینها آیت از آیات قرآن هستند. و اینچنین بین اسمهای الله تعالی و صفاتهای او تعالی در اصل و عظمت و فضل با اعتبار اصل و معنا بینشان تفاوت نبوده به همدیگر برابرند، مثل صفتهای له الملک، له الحمد، له الکبریاء و المجد و اسمهای الواحد، الفرد، همه اشان طور در بالا گفتیم در مرتبه به همدیگر برابرند. وقتی که اسمها و صفتها را به ذات الله تعالی نسبت می دهیم این معنای آن را دارد که همه برابرند، اما بعض اسمها یا بعض صفتها از همدیگرشان عظمت‌ترند، زیرا این در روایات و احادیث ثابت شده است. از جمله دایر به اسم اعظم همین گونه عقیده موجود است. اسم اعظم نام پروردگار می باشد که اگر کسی در دعایش این نام را گرفته دعا کند خداوند دعایش را قبول می گرداند. این در حدیث آمده است، لیکن بین علما اختلاف است که کدام اسم کدام نام اسم اعظم است. بعضی ها گفتند که الله اسم اعظم است چون همه اسمهای دیگر به او ربط دارند و بعضی علما گفتند که اسم اعظم این رب است و بعضی ها گفتند که این حی القیوم است و خداوند در این مسئله باز داناتر است. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.